رئیست تفتیشات شهر سنت پتربورگ روسیه روز 27 سپتامبر سال 2022 خبر داد که دادگاه این کشور یک شهروند تاجیکستان را بر اساس قسم دوم ماده 104 کودکس جنایتی روسیه در کشتار دو هموطنش گناهکار شناخته به 13 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. رئیست تفتیشات درباره شخصیت محکوم شده معلومات از این بیشتری نداده است، ولی قبلا گزارش شده بود که یک شهروند 29 ساله تاجیکستان در پتربورگ در زمینه رشک با یک زن از خودش کلان 42 ساله که قبلا با او رابطه عاشقی داشت همراه برادرش زبان یک کرده اول جوان 25 ساله تاجیک را کشتند و سپس خود اون زن را. خود محکوم شده و یا ادوکات و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی مقامات تفتیشاتی میگویند در رفت تفتیشات و مرافعه دادگاهی معاین کرده شد که این مرد تاجیک هموطنان خود را در زمینه خصومت شخصی و از غایت رشک کشته است. بنا به فرضیه تفتیشات محکوم شده خبر یافته است که یک هموطنش با زنی که او قبلا با او رابطه داشت آشنایی پیدا کرده است و او در پی کشتن رقیب شده با این کار یک خویشاوند خود را جلب کرده است. آنها شب 24 و 25 اکتبر سال 2020 در کوچه اوتینایا به جبر دیده حمله آورده او را با روی بوغی کردند، به هلاکت رسانیدند و جسدش را در جنگلزار کنار این کوچه زیر خاک کردند. روز دیگر محکوم شده خبر یافته است که معشوقه سابقش میخواهد به پلیس درباره گم شدن آن مرد دیگر خبر دهد. به این سبب او با فریب این زن را به یک جنگل در پهلوی روی کنار کانالختینسکایا برده بازم همراه امان شریکش بوغی کرده کشته است. بامداد قبلا خبر داده بود که جسد شهروند 25 ساله تاجیکستان را که 24 اکتبر سال 2020 بیدرک شده بود بعد 7 ماه روز 26 ماه سال 2021 از درون جنگل در پهلوی کوچه اوتینایا در نویه پریموری شهر سنت پتربورگ پیدا کردند. با گمان دست داشتن در قتل او یک شهروند 29 ساله تاجیکستان دستگیر شده بود. خدمات مطبوعات سرریاست کارهای داخلی شهر سنت پتربورگ و ایالت لنینگراد گفت در این کشتار برادر کلانی نفر دستگیر شده نیز دست داشته. این شهروند تاجیکستان که سال تولدش 1989 از 11 ژانویه سال 2021 تحت جستجوی فدرالی قرار داده شده است. گفته می شود هر دو برادر قربانی خود را به نویه پریمور دعوت کرده دست و پایش را با ارغمچین بستند و سپس یکی از آنها از پایهای او داشته است و دیگری گلویش را بوغی کرده است. بعد جان دادن جوان تاجیک قاتلان جسد او را به جنگل نزدیکترین برده زیر خاک کردند. این دو برادر با امین را روز 25 اکتبر سال 2020 یک زن 42 ساله تاجیکستان را با عین شیوه کشتند. جسد این زن را نیز زیر خاک کردند. این زن را روز 15 نوامبر سال 2020 در یک جنگل در موضع یونتولو و نویه کورورتنی در پهلوی شوروی کالختینسکای پیدا کردند. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار عائله‌های خود به روسیه به مردکاری میروند و هر سال در روسیه حدود 1000 نفر از شهروندان تاجیکستان به علتهای مختلف وفات میکنند. فلاکت‌ها در جای کار و صدمه‌های نقلیاتی همچنین مریضی‌های گوناگون از سبب‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود، ولی ده‌ها تن آنها هر سال با مرگ مجبوری از جمله با دست هموطنان خودشان ترک این دنیا می‌کنند.